یه ماتریس میشه یه ماتریس. آره. ورودی ضرب در خروجی، ورودی ضرب در اسپارامتر میشه خروجی. ایش دور حالتی به نظر اسپارامترز. من دوباره البته اینو میکشم دیگه. این الان P1 پورت 1 P2 و P3. خیلی ساده میخوام بگمش. همونجوری که گفتی یه ماتریسه. یعنی اگه بخوای بکشیش اسپارامتر برای پاور دیوایدر هست 2 در 2 مثلا. نه اینجا چون 3 تا ما داریم 3 درصد. تو فیلتر شما درست میگی. آره. آقا S12 هست، S1 3 S11 S12 S13 21 22 23 31 32 33. خب من میگم میذارم تا من تو. خب حالا خیلی ساده میخوام بگم وقتی میگیم S11 یعنی چی؟ ببین یه رابطه داره، نمیدونم شما باید مثلا بهتون بگم مثلا گاما رو بلد باشی. میخوام خیلی ساده که مفهوم درک بکنی. S11 میشه یک تقسیم توانی که میشه حالا اینسایدنت میتونیم بگیم input power to the port 1 مثلا توان ورودی at port 1. خاصه که پورت 1 از پورت 1 برمیگرده. ببین شما توان بازگشتی تقسیم بر کل توانی که داره میره. توان آره بازگشتی. پس ما میگیم چقدر کمتر باشه return power at port 1. یعنی شما وقتی که توان رو اینجوری میفرستی اینجا یه مقداری از این توان چی میشه؟ این منظور همونه. حالا ما بذاریم مثلا PR1 مثلا دارم میگم P return 1 این همون P R 1. خب مخرجش میشه چی؟ توان ورودی input power at port 1. اگه من اینو بذارم پیه اینه 1 یعنی مثلا این میشه چی؟ میشه پی آریوی مثلا پی. سوال اولا S1 که ما بر اساس دی بی میگیم عددی نمیگیمش. 10 لوگاریتم توان. آره یعنی اگه بخوایم S1 که بر اساس دی بی بگیم اصلا کل پارامترهای S میشه 10 تا لوگاریتم همون S1. اون سوال میتونیم لوگاریتمی فرضش کنیم، میتونیم غیر لوگاریتمی میتونیم لوگاریتمی فرضش کنیم، میتونیم غیر لوگاریتمی فرضش کنیم. هر دوشو میتونیم با هم بحث کنیم. اول غیر لوگاریتمی بحث میکنیم. خب ما میدونیم وقتی که داریم یک پاور دیوایدر داریم وظیفه پاور دیوایدر چیه؟ تقسیم توان. پس دیوتی پاور دیوایدر وظیفش هست divide the power، حالا به نسبت برابر یا به نسبت های غیر برابر. پس دیوتی پاور دیوایدر input power توان ورودی رو باید تقسیم بکنه.
باز دو تا باند داریم ما، یعنی باز اونجا تو پاور دیوایدر ما دو تا حالت داریم. یه حالتی هست دوست داریم توان منتقل بشه، یه جایی هست دوست داریم توان منتقل نشه. مثلا اگر ما پاور دیوایدرمون برای 1 گیگاهرتز هست، مثلا میشه اپریتینگ فرکانسی. مثلا اگر اپریتینگ فرکانسی 1 گیگاهرتز هست، خب توی 1 گیگاهرتز ما دوست داریم PR1 من کم باشه یا زیاد باشه؟ کم باشه. ببخشید. PR1 should be low. At other frequency PR1 باید چی باشه؟ های باشه. هر چقدر برگرده، هر چی میره برگرده. آفرین. should be high. آی سبایی مخلص. کسی دیگه به جاش نمونده شاید. حالت ایدئال ما دوست داریم چی باشه؟ ایدئال بی نهایت باشه، برگشت. ببین حالت ایدئال ما اینه در فرکانسی ایدئال PR1 تو اینجا باید برابر چی باشه؟ تو 1 گیگاهرتز صفر باشه، چیزی برنگرده. حالت ایدئال باید بی نهایت باشه. نه منفی نه، کل توان برگرده. چه توانی ما دادیم؟ یک PR1 کل توانی که دادی به پورت 1 همش برگرده. یعنی لگاریتم 1. حالا اینم می‌نویسیم PR1 برابر P اینه 1 بشه. از این نتیجه میگیریم که S11 در اینجا باید چند باشه؟ 0 باشه. از اینجا نتیجه میگیریم که S11 باید چند باشه؟ 10 لگاریتم 1. نه لگاریتمی نیست فعلا، غیر لگاریتمی میشه 1. حالا از اینجا نتیجه میگیریم که S11 dB باید چی باشه؟ منفی بی نهایت. ببین تو صفر نگیر، مثلا 10 تا لگاریتم 1000 میشه چی؟ 10 تا لگاریتم 1000 او 10 به توان منهای 3، منهای 3 میاد پشتش میشه منهای 30 dB. حالا تو بگو 1/10000 منهای 40، همینجوری اشاره رو زیاد کنی منهای 50 منهای 60. اگه خیلی کوچیک باشه منهای بی نهایته. اگر 1 باشه چی؟ 10 لگاریتم 1 S11 میشه چی؟ 10 تا لگاریتم 1 میشه چی؟ میشه 0. پس تو لگاریتمی ما دوست داریم S11 در باند عبور اپریتینگ فرکانسی خیلی کم باشه، اما در باند قطع ما دوست داریم همه تمام برگردن و دیبی چند باشه؟ 0 باشه. پس بنابراین اگه من بیام و اینجا پارامتر S11 رو بخوام داشته باشم، من یک اینجور چیزی رو میخوام. حالت ایدئالم، حالت ایدئال من بذارید اینو اینجوری بکشم، مثلا این اینجا باشه، اینجا باشه، این 0 دیبیه، مثلا این منفی 50 دیبیه. مثلا من دوست دارم S11 هم یه جو حالتی داشته باشه. این تو چه فرکانسیه؟ 1 گیگا هرتز یا تو 1 گیگاهرتز بیاد 1 دیبی نزدیک بشه. منفی نگاه کن الان تو مقاله خودت پاسخت نگاه کن. ببین اینجا S11 که ما چیه؟ S11 که ما نموداره
آبی رنگه. در باند گذری که اینجاست استریک مقدارش چنده؟ 35 منفی، یعنی خوبه. حالا این ایدئالش بود که میگیم منفی بی‌نهایت. لول یعنی میتونیم بگیم که ماکسیمم مقدارش چند باید باشه؟ حد اکثر مقداری که میتونه داشته باشه منفی 10 دی بی. یعنی این باید لیمیتش، یعنی S11 دی بی should be lower than یا less than should be less than 10 minus 10 دی بی. از minus 10 دی بی باید کمتر باشه. ولی اینجا مثلا میکنه منفیه 35 هم باشه. سی آره دیگه کافیه. منفی 12 هم باشه اوکیه. هر چقدر تو اینه ES111 کمتر باشه طراحیت بهتره. برای همین میای تو جدول مقایسه میگی مثلا من میای تو جدول مقایسه میای میگی آقا چی؟ میای میگی آقا همین ریتن لاس شما دادی، این همون S11 میای S11 که خودت میگی آقا من تونستم 258 بزنم، ایشان تونسته 18 بزنه. میای مقایسه میکنی مثلا این کار خیلی یعنی اومده طراحی بهتری داره. حالا ریتن لاس عموما برای تطبیق امپدانس که حالا تطبیق امپدانس خودش یه بحث جداییه، ولی میخوام کلیت کار رو فعلا ما پارامترهای اس شما میخوام اینا رو بشناسی. متوجهی؟ خب این از S11 سوالی تو S11 هست؟ خب این از این. ما S22 S33 اونا هم داریم ولی توان از کجا میدیم همیشه؟ از S11. بنابراین S11 رو همیشه میگیریم. من یه سوال داشتم چون ما خودم مخابرات کردم، چون ما سند و رسیو داریم. آره. ممکنه مثلا از یک طرف شما از پورت یک سیگنال میشه از دو میره. بعضی موقع شما داریم سیگنال میفرستیم میگیرید از اون دو تا با هم ترکیب میشه. ببین پاور دیوایدر، ما یه پاور دیوایدر داریم، یه پاور کامباینر داریم. پاور دیوایدر اصولاً در فرستنده های مخابراتی هست. کاربردش رو می‌خواستم بهت بگم. و برای اینکه یکی از کاربرداش اینه که تقویت کننده ما به حالت اون حالت 1 دی بی کامپرژن هست یا فشردگی 1 دی بی نره، بنابراین میان از دو تا تقویت کننده استفاده میکنن و میان توان رو تقسیم میکنن. اصلا چرا نگاه کن الان پاور دیوایدر ما اگر یه تقویت کننده داشته باشیم